سلام روی ماهت، خوش اومدی به جلسه دوم، به وایس دوم و سورپرایز هایی که یکی پس از دیگری قراره برات رونمایی بشه. چرا میگم سورپرایز؟ چون قراره توی این وایسی که الان داری میشنوی 6 راهکار تضمینیه، اقداماتی که اگر انجامش ندی برای همیشه توی فرکانس ترس و فقر و بیماری و خیانت و تمام فرکانس های پایین باقی میمونی، بهت بگم و بهت معرفی بکنم و از این جهت سورپرایز میشی که اگر همین الان بری یک دفترچه و یک خودکار بیاری و تمام مواردی که میگم رو یادداشت کنی و مو به مو انجام بدی، خودت به حدی سورپرایز میشی از این تغییر فرکانسه، از این حال خوبه که دیگه هیچ وقت نمیخوای ازش در بیای و نمیخوام هیچ وقت فراموشش بکنی. پس همین الان دفتر خودکارتو بیار آماده کن و نکاتی که میگم رو یادداشت کن. تک تک این راهکارهایی که میخوام بهت بگم همونطوری که گفتم اگر انجامش ندی تو رو توی این فرکانسی که هستی نگهت میداره. پس خیلی به نکاتی که میخوام بگم با دقت گوش کن. قبل از اینکه این 6 راهکار قدرتمند و تضمین رو بهت بگم، میخوام بهت بگم همین اول کاری لطفاً گله و شکایت رو بذار کنار. خدایی که تو رو آفریده خدای زیبایی هاست، خدای عشقه، خدای آرامشه، خدای شادیه، خدای لذته. اما طبق قانون طبیعت ما همه چیز رو کنار هم داریم. زشت و زیبا رو داریم، شب و روز رو داریم، نور و تاریکی رو داریم. این انتخاب آدم هاست که کدومو انتخاب بکنن، چه فرکانسی رو انتخاب بکنن. ما فرکانس ثروت داریم، فرکانس فقر داریم، فرکانس بیماری داریم، فرکانس سلامتی و حال خوب و نشاط رو داریم. تو ببین توی کدومی، اگه توی هر کدومشی انتخاب تو بوده. شاید بگی نه، من اصلا نخواستم که فقیر باشم، توی فرکانس فقر باشم. من نخواستم بهم خیانت بشه اما شده. میدونی چرا این اتفاق افتاده؟ چون تو بدون اینکه حواست باشه و به خاطر ناآگاهیت اون موقع که ذهنت میره دنبال اینکه آره من از این موضوع میترسم، من ترس از دست دادن دارم، من ترس بیپولی دارم، من ترس نمیدونم از دست دادن خانواده یا هر چیز دیگه ای رو دارم، به اون فکره که توی ذهن داره مرور میشه بها دادی. نمیدونستی که یک سری کارها رو باید انجام بدی که اصلا چنین فکرهایی به ذهن تو خطور نکنه. حالا کاری به این نداریم که تو چرا توی یه برهه‌ای از زمان توی اون فرکانسی که من بارها توی استوری ها هم نام بردم و دایرکتمون پر شد. باورتون میشه ما دیشب استوری گذاشتیم که تو فکر میکنی توی فرکانس چی هستی؟ ترس، خیانت، بیپولی، فقر. بچه‌ها 5000 تا ریپلای داشتیم از تمام مواردی که بوده. چرا باید اینطوری باشه؟ برای اینکه ما ناآگاهیم. انتخاب تو موندن توی دایره ناامن ناآگاهی بوده، اما اشکالی نداره. اینجا اومدی که خبرهای خوب بشنوی، که اتفاقای خوب برات بیفته. برای همین بهت گفتم تو دعوت شدی، برای اینکه یه جا درخواست کردی و الان انتخاب کردی که میخوای با دونستن این آگاهیایی که حداقل از وجدانش داشته بهم میرسه خودمو بکشونم بالا، دست بذارم روی زانوهای خودم، دستمو بدم به دست خدا تا منو بکشه بالا، بیاره به سمت ارتعاشات و فرکانسات کیهانی. چجوری؟ با کایانا یوگا. پس با دقت به راهکارهایی که میخوام بهت بگم گوش کن. ببین چند تا عامل مختلف باعث میشن که تو توی اون چاله‌ای بیفتی که دوستش نداری. خب بعد بر اساس ناآگاهی شروع میکنی به کندن این چاله، بعد نمیدونی که راهت اشتباهه، چاله تبدیل میشه به چاه و دیگه بیرون اومدنش از اون برات سخته. چه چیزایی باعث میشه که ما آدم ها توی اون فرکانس منفیه، حالا هر چیزی، مثلا چون برای هر کدومتون متفاوته من مثال های مختلف میزنم، چه چیزی باعث میشه که من توی فرکانس ترس از بیپولی و بدهکاری قرار بگیرم؟ خیلی عوامل مختلف باعث میشه که تو گیر کنی توی فرکانس‌های پایین‌تر. خب از جمله محیطی که داری زندگی میکنی، حتی همسایه‌هایی که دور و بر تو قرار دارن، آدم‌هایی که تو در طول روز باشون مراوده و معاشرت داری و باشون ارتباط کلامی، ارتباط انرژی و چشمی برقرار میکنی. ورودی‌هایی که مداماً به ذهنت میاد. از چه طریقی؟ از طریق رسانه‌ها، گوشی موبایل، تلویزیون، هر چیزی که میبینی، تمام محیط‌های مجازی و تک تک تصاویری که به کمک بیناییت
داری وارد ذهنت میکنی، تک تک صوت‌ها و اصواتی که به کمک شنوایی داری وارد ذهنت میکنی و تمام اینها، مجموعه تمام اینها میشه فرکانسی که الان شرایط زندگی تو رو ساخته. خب اصلا هم دنبال مقصر نیستیم. هیچ کسی برای اینکه من توی این فرکانس هستم مقصر نیست. مقصر خود منم. یه مثال میخوام برات بزنم. وقتی که یه ویروس سرماخوردگی میاد، خب اگر تو میری توی یه جمعی، میری توی اداره، میری توی مهمونی، میری یکی میاد خونت که اون ویروس رو داره و تو سرما میخوری، علت و معلول چیه؟ یعنی تو فکر میکنی علت این که تو سرما خوردی چیه؟ معلولش چیه؟ تو قطعا میگی خب فلانی ویروس رو داشت، من از اون گرفتم سرما خوردم دیگه، مقصر کیه؟ فلانی. چرا؟ چون ویروس داشته. حالا کاری هم نداریم که عمدن داده، سهوا داده، هر چی، اصلا ما کاری بینش نداریم. من از اون آدم اون ویروس رو گرفتم، درسته؟ تو اگر ذهن تحلیلگر و منطقی دشمن شادت رو بخوای در نظر بگیری، میگه که مقصر اونه، اما مقصر اون نیست، مقصر تویی. چرا؟ ویروس که از سمت اون اومده. چرا مقصر منم؟ برای اینکه تو توی فرکانس اون بیماریه بودی که گرفتیش. تو اگر روی خودت کار بکنی، اگر فرکانست رو بالا ببری، قدرت انرژی درونیت رو بالا ببری، بری وسط 10 تا آدمی که ویروس کرونا و سرماخوردگی دارن، به هیچ عنوان نمیگیری. این قدرت فرکانس بالا. پس دنبال مقصر نباش. من قدرت فرکانس رو با این ویروس سرماخوردگی برای تو مثال زدم. تو اینو تعمیم بده به مشکلی که الان داری. هیچ وقت بی پولیت رو گردن خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، دوستت که پول تو رو خورد یا هر چیز دیگه این انداز. اگر یه پولی از زندگی تو خارج میشه، اون باید خارج میشده. تو مقصرش بودی. تو یه جایی بخششی انجام ندادی، اون پول از دستت خارج شد. تو یه جایی مسیر رو اشتباه رفتی که اون پول از زندگیت خارج شده. ازت خواهش میکنم همین ابتدای وایس قبول کن و بپذیر که هیچ کس مقصر اتفاقات بد زندگی تو نیست، همونطور که هیچ کس نمیتونه تو رو به مسیر خوشبختی برسونه. همه چیز تویی. همه چیز تویی. بچه پذیرفتن این اتفاقات اولین قدمیه که باید برداریم. ما 6 تا راهکاری که من الان بهت میدم، این سری راهکار خیلی قدرتمنده، اما برای رشدهای کوانتومی اولین قدم هایی که ما باید برداریم، یکی از مهمترینش پذیرفتنه که من خودم میتونم ناجی زندگی خودم باشم. از هیچ کس توقع نداشته باش. حتی از منم توقع نداشته باش که بهت کمک بکنم. تو الان اومدی این وایس رو گوش دادی، 6 تا راهکار تضمینی قراره بگیری. خب این همه چیز بستگی به تو داره که این 6 تا راهکار انجام بدی و نتیجه بگیری. من میام فقط به تو راهکار میدم. تو خودت باعث تغییر خودت میشی. من یه وسیله‌ام، مثل یه راهگذر. نه من، خیلی از اتفاقات دیگه زندگیت، خیلی از فرصت‌های دیگه‌ای که توی زندگیت قرار میگیره. این تویی که باید روی خودت کار بکنی. این نکته‌ای که بهت میگم خواهش میکنم عمیقاً بهش فکر کن، چون همین الان شما 50% راه اونایی که قبول کردن رفتن. من بارها دیدم دایرکتایی که باز میشه توی مشاورهایی که میان میگن من اگر همسرم این کارو نمیکرد من این اتفاق برام نمیافتاد. من اگر توی فلان خانواده بزرگ نمیشدم فلان اتفاق برای من نمیافتاد. تو ممکنه توی شرایط‌های مختلف باشی. همین الان هزاران نفر این وایس رو گوش میکنن. تک تک شماها توی شرایط‌های مختلف هستید. یکی ممکنه خیلی سطحش پایین‌تر از من نوعی باشه، فرکانسش پایین‌تر از من نوعی باشه، خب اما راهکارهایی که جفتمون با هم انجام میدیم، نتیجه‌ای که برای اونی که سطحش خیلی پایین‌تر بوده چندین برابر و بیشتر و بهتر از اون کسی بوده که حتی از لحاظ لولی بالاتر بوده. چطوری این اتفاق میفته؟ خودش خواسته. اول پذیرفته. خواهش میکنم اینو بپذیر که تو خودت میتونی زندگی خودت رو نجات بدی. من همیشه توی دورهام بچه یه مثالی رو میزنم. شاید اگه یه مدرس دیگه ببینه میگه این چرا اینجوری داره آموزش میده. من میگم توی آموزش دیدن، توی کار کردن روی خودت خودخواه باش. فقط به خودت فکر کن. به هیچ کس فکر نکن. به بچت، به پدرت، مادرت، به عزیزت، به همسرت، به عزیزترین کس زندگیت. به هیچ کس فکر نکن. تو از همه مهمتری. تو از همه با ارزشتری.
تو از همه قشنگتری، تو از همه لیاقتت بیشتره که به چیزایی که دلت میخواد دسترسی پیدا بکنی. پس اول خودت. خب اول مسیر خودشناسی و خودآگاهی رو خودخواهانه برو جلو، بدون اینکه بخشش داشته باشی. بعد که بزرگ شدی، بعد که بلند شدی، بعد که همه دستاورداتو دیدن، همه حال خوبتو دیدن، اون موقع ببخش، اون موقع قد علم کن، اون موقع سرتو بیار بالا، بگو بیایید سمتم، من الان کمکتون میکنم. تو وقتی رو خودت کار نکردی چجوری میتونی بقیه کمک بکنی؟ پس توی این مسیر اول خودخواه باش، روی خودت کار کن. بعد آدم ها همچین میان سمتت، انقدر تو رو خودت کار کردی و انقدر این نتایجات مشهوده که آدم ها آرزوی اینو دارن میان ببینن تو چی کار کردی. خب پس این ابتدای مسیر. حالا میریم سراغ این که این 6 تا راهکاری که من میگم چی ان که انقدر ارزشمندن و قدرت دارن. بچه‌ها تمرین هایی که از من میگیری، چجوری گفتم؟ تمرین ها و راهکارهایی که از من میگیری تمرین خیلی ساده‌ان در ابتدا و به خاطر سادگیشون خیلی انجام نمیدن، برای اینکه چون ساده‌ان فکر میکنن چنین تمرین ساده‌ای ممکنه براشون نتیجه نده. من الان قول میدم از چند هزار نفری، حالا مثلا میگیم مثلا 10,000 نفری که این وایس رو گوش میدن، شاید 1000 نفرشون تمرین ها رو انجام بدن و قطعا همون 1000 نفر هم به نتیجه میرسن. خب پس نکته اصلی اینه، من این مینی دوره کایان یوگایی که براتون آماده کردم که بخشش توی این کانال تلگرام، بخشش توی لایو های عملی یوگایی که از هفته آینده 7 مهر ماه شروع میشه، سلسله وار تمرین ها رو براتون قرار دادم بچه. یعنی اول تو باید این تمرین هایی که من بهت میگم رو انجام بدی، بعد بی وارد لایو های عملی یوگا بشی. خب پس ما از تمرین‌های ساده شروع می‌کنیم و به ترتیب می‌ریم وارد تمرین‌های پیچیده‌تر میشیم. یکی از عمیق‌ترین کارهایی که تو باید انجام بدی و اگر انجامش ندی باز هم توی فرکانس منفی باقی میمونی، اینه که انرژی‌های منفیت رو هر روز صبح پاکسازی بکنی. یعنی اولین قدمی که خیلی ها انجام نمیدن و همین باعث میشه که توی اون دایره تکراری نیروهای تاریکی قرار بگیرن، پاکسازی نکردن از انرژی‌های منفیه، اونم هر روز صبح. هر روز صبح تو باید انرژی روز قبلت رو پاکسازی بکنی و این اولین قدمیه که خیلی هاتون بر نمیدارین و اصلی ترین موضوعی که گیر کردی توی اون فرکانس منفیه. چرا؟ میخوام یه سوال عمقی ازت بپرسم. تو فکر میکنی این چرخه سیاره ها و ستاره ها به چه دلیل؟ مثلا چرا سری ساعتی هر روز خورشید طلوع میکنه، یه چند ساعت میگذره، ظهر میشه، دوباره غروب میشه، هوا تاریک میشه، مجددا طلوع میکنه؟ اصلا می فکر کردی؟ یکی از فلسفه‌های این که طلوع خورشید رو ما داریم، طلوع بچه برای پاکسازیه، شروع روز جدیده. تمام اتفاقات تلخ گذشته مثل شب، مثل تاریکی باید پشت سر گذاشته بشه و حالا خورشید از نو میتابه، دوباره میتابه. اتفاقای زندگی ما هم باید همینطوری باشه. روز گذشته هر اتفاق منفی برای تو افتاده، تموم شده. درسشو بگیر، بهش فکر نکن، گیر نکن توی روز گذشتت، توی روزهای گذشتت. بچه‌ها هر اتفاق تلخی که توی زندگیت میفته یک درس برای تو داره. برای خود من بچه‌ها چند روز پیش یک پولی رو من اضافه برای یک عزیزی واریز کرده بودم، حالا بنابر اتفاقاتی که افتاده بود. بعد متوجه شدم که نه، اصلا این کار اشتباه بوده و نه، من نباید این پول رو واریز می‌کردم برای این فرد و واقعا با توجه به اتفاقاتی که افتاد راضی نبودم که این پول اضافه بمونه توی حسابش. خب یه 2 روزی انرژی منو خیلی گرفت این موضوع. حالا مدام داشتم بفهمم که پیامش برای من چی بود. این خارج شدن پول از حساب من، این از دست دادن پول برای من پیامش چی بود؟ هر اتفاق ناخوشایندی که توی زندگیت میفته دنبال پیامش باش. یه درس برای تو داره، یه درس چندین درس برای تو داره که اگر درسشو بگیری دوباره تکرار نمیشه. پس دنبال درسه باش. خب بچه من 2 روز ذهنم درگیر این بود که چرا این اتفاق افتاد؟ من که نیتم خیر بود، من که نیتم بخشش بود، من که نیتم خوب کردن حال اون آدمه بود. چرا این اتفاق افتاد؟ میدونی علتش چی بود؟ علتش این بود که من بر اساس نیت هایی که کرده بودم یه مبلغی رو باید به عنوان بخشش
خارج میکردم از حسابم، مشغله کاری، هر چیزی که میشه یک بهانه در نظرش گرفت باعث شده بود من این کارو نکنم. فراموش کرده بودم دیگه. خب اما این خیلی مهم بوده، من نباید فراموشش میکردم و کائنات کاری کرد که این پول به این شکل از حساب من خارج شد که به من بفهمونه تو بعد این مبلغ رو به عنوان بخشش میدادی به یه جای دیگه، به یکی دیگه، نه به اون آدم. و این درسش بود برای من. خب حالا من اگر آدم سابق بودم چند روز تو این گیر میکردم که وای پولم از دستم رفت، حالا چیکار کنم، چه جوری با اون آدم وارد جنگ بشم که پولمو بده فلان. اما درسشو گرفتم، ازش گذر کردم و فردای اون روزم رو پر انرژی تر از روز قبل شروع کردم. در حالی که اگر این تکنیکایی که الان میخوام به تو بگم رو بلد نبودم، من همچنان توی اون فرکانس میموندم. فرکانسی که من ازش صحبت کردم چی بود؟ منو به پول بود. چی منو آزار میداد؟ از دست دادن پول. چی انرژی منو انداخته بود؟ این که من افتاده بودم، گیر کرده بودم 2 روز توی اون فرکانس از دست دادن پول. متوجه شدی؟ و اگر من اینو درمانش نمی کردم 1 هفته، 10 روز یا 1 ماه متوالی گاهن ممکنه 1 عمر توی اون فرکانس میموندم. اتفاقی که داره برای تو میفته. پس این هشدار بود، حواست باشه. ممکنه بازم بیفتی ولی درسش رو بگیر و دیگه تکرارش نکن. حالا چه کاری میکنم؟ اول صبح که از خواب بیدار میشی حتما خودت رو پاکسازی کن. چه جوری؟ حالا من اینجا یه تکنیک بهت میگم، اما بچه ما از هفته آینده قراره که با انرژی در واقع طلوع کیهانی که همون طلوع خورشید میشه پاکسازیامون رو انجام بدیم به صورت گروهی با هم که خیلی تاثیرش هم زیاده. پس اصلا الان حواست باشه به تایم شروع لایف‌های رایگانمون که توی اون لایف‌ها باشی، بسیار بسیار میتونه بهت کمک بکنه. حالا تمرین اول چیه؟ از اینجا بعدش رو با دقت یادداشت کن. تمرین اولت اینه که تو وقتی که از خواب بیدار میشی، حالا 2 تا حالت داره، یا 5 صبحی، خب یعنی تایم طلوع بیداری، یا اینکه نه نیستی، حالا به هر دلیل نمیتونی بیدار بشی و زمانی که بیدار میشی دیگه آفتاب طلوع کرده و دیگه وسطای آسمونه. خب حالا اگر تایم برهما ماهورتا باشه که ما بچه‌ها اصلا دوره اصلی کاین یوگا، شما الان توی مینی دوره هستین، خب دوره اصلی کاین یوگا من تمرینای خیلی قدرتمندی براتون آماده کردم که اونجا گروهی با هم دیگه انجام میدیم. اما قبل از اینکه وارد اون بشیم من به توصیه میکنم فعلا همین مینی دوره رو ببین. این مینی دوره رو ببین، انجام بده، برای تاثیرگذار بود، وارد دوره اصلی شو. خب حالا اگر تایم برهما ماهورتایی یعنی طلوع خورشید رو داری میبینی یا اینکه بیدار شدی و خورشید طلوع کرده، فرقی نمیکنه. اگر برات امکان داره و داری محیطی رو که بری زیر حرارت و طلوع خورشید قرار بگیری یا طلوع رو ببینی، خیلی خوبه، یعنی عالی میشه. اگر نه، یک فضای خیلی آروم رو برای خودت فراهم کنی. 1 دقیقه من برای این تمرین ازت زمان میخوام. خب یک فضا آماده کن برای خودت، 1 دقیقه تایم خالی کن و بگو من میخوام اول صبح انرژی های روز قبلم رو و روزهای قبلم رو پاکسازی بکنم. چجوری؟ از خود خورشید کمک بگیرم. بچه‌ها عناصر طبیعت بالاترین حد فرکانس رو دارن، پس ازشون کمک بگیر. طبیعت رو اصلا بیار توی خونت. برای همین مثلا من همیشه برای انتخاب خونه هایی رو انتخاب میکنم که نور زیاد داشته باشن. خب اینقدر حجم اطلاعاتی میخوام بهتون بدم زیاده که خودم قاطی کردم. برای همین گل بیار توی خونه، آب نما بیار توی خونه، چون اینا فرکانس دارن و باعث میشه ارتباط گرفتن تو با اون فرکانس تو رو اول پاکسازی بکنه و بعد بالا بیاره. پس ما شروع روزمون رو دقیقاً مثل انرژی کائنات با طلوع خورشید شروع میکنیم، با خود خورشید شروع میکنیم. خب ازت میخوام چند لحظه کوچیک چشمات رو ببندی و این مدیتیشن خیلی خاص رو انجام بدی. تصور بکنی که خورشید طلوع کرده، یه نور طلایی رنگ داره، خب که به قلب تو متصل شده. اصلا اگه بتونی این حرارت و گرمای خورشید رو تجسم کن که داره به قلب تو و به جسم تو و به تک تک مولکول‌های تو، به تک تک سلول‌های تو از طریق پوستت و از طریق تنفست داره وارد میشه. خب حالا این تکنیک‌های پیشرفته‌اش رو میگم از هفته دیگه با هم شروع می‌کنیم، توی لایو با هم انجام میدیم. اما اینو حتما امروز یادداشت کن و از فردا انجامش بده. چیکار می‌کنی؟ شروع می‌کنی دم گرفتن. توی همون 1 دقیقه نفس بکش، تمام انرژی‌های مثبت خورشید رو از طریق دمت وارد بدنت کن. خب بازدم که میخوای انجام بدی، هر ترسی که داشتی، هر انرژی منفی که از روز قبل داشتی،
اتفاق بدی که برات افتاده، هر چیزی که ناخوب بوده رو ببین که مثل نفس، دقیقاً مثل نفس کشیدن داره میره بیرون از بدن تو، خارج میشه، تموم میشه، میره از تو دور میشه، دیگه توی تو وجود نداره آثارش. استرس بوده، ترس بوده، بیپولی بوده، هر چی بوده، بیماری بوده، حتی اگه الان میبینی توی وجودت هست، ببین که تک تک اون بیماریه مثل ذرات هوا از بینی تو خارج میشه، دوباره دم میگیری، دوباره خودت رو شارژ میکنی با انرژی خورشید و مجددا بازم انجام میدی. میتونی تایمر بذاری. خب 1 دقیقه یعنی 60 ثانیه بچه‌ها از 1440 دقیقه شبانه روز من میخوام تو این تمرین رو انجام بدی و بعد خودت تاثیر عمیقش رو ببینید، حتی توی همون 1 دقیقه. حالا یکی میگه من دوست دارم بیشتر انجام بدم، باشه انجام بدیش، اشکالی نداره، هرچی بیشتر خب قطعا بهتره. من میخوام بهت این ذهنیت وارد بشه که تو قرار نیست تمرین سختی انجام بدی، قرار قدم‌های کوچیک برداری با مینی دوره کایان یوگا و بعد اتفاقات بزرگ رو تجربه بکنی. اوکی؟ حالا تو با دمت انرژی مثبت وارد کردی، با بازدم انرژی منفی رو خارج کردی. حالا تثبیت انرژی رو از تو میخوام. حس کن بدنت پر از نور خورشید شده و تو با ارتعاشات خورشید همسو شدی. فرکانس تو الان با فراوانی و انرژی مثبت دقیقاً یکی شده و این میشه شروع روز پر انرژی تو تمام فرکانس‌های منفی رو پاک کردی، خودت رو شارژ کردی و میری برای شروع روزت. این اولین کاریه که خیلیاتون انجام نمیدین و اگر انجام بدین متوجه تاثیر مثبتش میشین. دومین راهکاری که به توصیه میکنم حتما باید هر روز انجامش بدی اینه. اسمش تغییر دیالوگ درونیه. تغییر دیالوگ درونی یعنی چی؟ بچه ذهن ما خیلی باهوشه، خیلی بازیگوشه، اینو میخوام بگم. باهوش هم هست. من بارها اینو مثال زدم. ذهن مثل یک تیغ دولب است. همونطور که میتونه تو رو به مسیر خوشبختی هدایت بکنه، ببرد نوک قله و نگهت داره، یه جوری میندازت ته دره که دیگه نمیتونی بلند شی. یعنی انقدر قدرت داره. خب هم دوسته هم دشمنه. این انتخاب با توئه که کدوم خاصیتش رو برداری و از کدوم قدرتش استفاده بکنی. از قدرت بلند کردن یا از قدرت زمین زدن. پس ذهن به طور طبیعی دلش میخواد در طول روز تمام افکار منفی رو توی ذهن تو مرور کنه. خب مثلا تو هفته گذشته یه حرف ناراحت کننده ای از همسرت شنیدی. من در طول آموزش‌ها بچه‌ها مثال‌های مختلف می‌ذارم که شما خیلی ملموس‌تر بتونید موضوع رو درک بکنید و پیاده سازی بکنید. این چیزیه که من از آموزش‌ها می‌خوام. توی حرف ناراحت کننده شنیدی و این به عمق وجودت نفوذ کرده و هنوزم ناراحتی از دستش. خب این ناراحتی اگه بمونه توی وجودت چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته چاکرای خاجی تو رو از تعادل خارج میکنه. انرژی چاکرای عاطفیت رو. خب ببین همسر یه حرفی به تو زده، تو ناراحت شدی. اوکی، حق با اون بوده، با تو بوده، با هر کی بوده رو کاری نداریم. تو ناراحت شدی و این ناراحتیه اگر مدام توی ذهن تو تکرار بشه، انرژی بعد عاطفی تو رو میندازه، میفته انرژیت. کم میاره انرژی توی بعد عاطفی، توی چاکرای خاجیت کم میاره. خب حالا اگر همسر جان بیاد از دل تو در بیاره، تو خودت روی خودت کار بکنی، از دل خودت در بیاری و دیگه به اون موضوع فکر نکنی، که خیلی عالی میشه. خود به خود این انرژی ترمیم میشه و میاد بالا. اما اگر این اتفاق نیفته، اولین اتفاقی که توی بدن تو خودش رو نشون میده، توی بحث رحم، تخمدان، حالا اگه خانم باشی و تمام مواردی که مربوط به چاکرای خاجی تو میشه، تو دچار مشکل میشی. پریودیای نامنظم، نمیدونم توی آقایون بحث پروستات، تمام مواردی که به بحث جنسی مربوط میشه دچار اختلال میشه. نه به این زودیا، به مرور زمان اگه درمانش نکنی. اگر الان دچارش هستی بدون این مشکل از یه جا نشأت گرفته. دقیقاً توی همون رابطه عاطفی تو مشکل داشتی که این اتفاق افتاده، که من توی سورپرایز بعدیم با تکنیک RTL قراره اینو برای همیشه برای تو حلش بکنم.
یعنی برای همیشه تو میتونی این چالش عاطفیت رو با تکنیک بعدی که قرار توی همین کانال یاد بگیری حلش میکنی. پس من همینجا اینو مثال رو کوتاه میکنم و ادامهش رو به وایس بعدی باید بری گوش بکنی. فقط میخوام بهت بگم یه جمله میتونه تو رو به هم بریزه و تو اگر روی خودت کار نکنی اون به هم ریختگی انقدر طولانی میشه که تو رو میکنه دچار بیماری، اول جسمی، اگه درمان نکنی روحی و روانی. اوکی؟ پس این مثال، حالا مثال عاطفی بود، مثلا اینو بیاریش تو بیماری. هی تو ذهنت داره مرور میشه که اگر من فلان غذا رو نخورم، خب، یا فلان غذا رو بخورم چی میشم؟ چاق میشم، نمیدونم کبدم چرب میشه. مثلا من یه دوست عزیزی از نزدیکانمون بود، بهم گفت تو ناخوناتو ترمیم میکنی یه کاری کن، دستکش بگیر، دستکش دستت کن، نوک انگشتای دستکش رو قیچی کن که ناخونات بیرون باشه. گفتم چرا این کارو بکنم؟ گفت من شنیدم این دستگاه یووی که دست داخلش قرار میگیره و ناخون رو خشک میکنه سرطان زاه. حتما این کارو بکنی، یا اگه این کار نکنی اشعه‌اش به دستت میخوره، به پوست دستت ایجاد سرطان میکنه، باعث میشه که تو دچار بیماری سرطان بشی. خب ببین همین موضوع رو، این آدم اگه رو خودش کار نکنه مدام این توی ذهنش مرور میشه که من الان دستم رفته زیر این دستگاهه سرطان زاه. آقا خود کلمه سرطان یک عالمه بار منفی داره. اگر این مدام دیالوگ توی ذهن تو و توی درون تو مرور بشه چه اتفاقی میفته؟ تو میفتی توی فرکانس سرطان. حالا من خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم که خیلی وقت گذر کردم از این باورها. من این دوست عزیز وقتی این حرفو زد بهش خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم تو رو خدا همین الان اینو تو ذهنت پاک کن. حتی اگر از لحاظ علمی 100% اثبات شده باشه که آره اون دستگاه یووی سرطان زاه، تو باید اینو از ذهنت پاکش کنی. نیست. حتی اگر ثابت شده باشه ها، نیست. این میشه باور برای تو. اصلا تو بیا برعکسش کن، بگو دست من زیر این نور داره تمام انرژی های مثبت کائنات رو دریافت میکنه. به خدا اگر اینطور نشد، بچه همه چیز باور و ذهن شماست و همه چیز این فرکانس هایی که تو دریافت میکنی. پس نکته دوم اینه، من دارم مثال مختلف میزنم خب، حالا مثلا مثال پول رو بیار، مثال خیانت رو بیار، مثال ترس تنهایی رو بیار، مثال هر چیزی که الان چالش توه، این دیالوگش داره توی ذهن تو مرور میشه. دومین کاری که باید بکنی اینه، این دیالوگ رو تغییرش بدی. یه تکنیک ما داریم، انگشت اشارت رو هر زمانی که این دیالوگا توی ذهنت مرور میشه بذار وسط پیشونی، محکم بکشش به سمت راست یا چپ، به نشانه اینکه این دیالوگ از ذهن من پاک شد و دیالوگ مثبت جایگزین شد. یعنی همون دیالوگ منفی که اومد توی ذهنت رو، خب مثلا من شنبه چک دارم، استرس اینو دارم که این چک پاس نمیشه، چک پاس نمیشه رو با دستت بزن کنار، چک به راحتی پاس میشه رو بیار توی ذهنت هکش کن. به همین راحتی. شک داری امتحانش کن. تک تک تمرینایی که من امروز بهت میگم امتحان کن، خودت متوجه میشی. ببین تمام تمرینایی که من بهت میگم تمرینایی که در لحظه به تو جواب میده. همین الان وایس منو پاس کن، ببین چی امروز ذهنت رو درگیر کرده، دوستش نداشتی، یه جمله بوده، درسته؟ منفی بوده، مثبتش کن. منفی رو از ذهنت خارج کن، مثبتش کن، وارد ذهنت کن. اینقدر بهت حس خوب میده، برای چند صدم ثانیه هم که شده فرکانس تو رو از لحاظ ذهنی و باوری میاره بالا. حالا این تمرینه، وقتی تو تکرارش میکنی دیگه میای به اون نقطه ثابت امن فرکانس مثبت میرسی، میمونی توش. پس این دومین تمرین قدرتمند و راهکاریه که اگه انجامش ندی واقعا توی اون فرکانس منفی باقی میمونی. میریم سراغ سومیش، استفاده از مانتراها و تجسم‌های مثبت. حالا مانترا میتونه مانترایی باشه که تو گوش میدی، یعنی مثلا یه سری مانتراهایی که مثل اوم شیری ناماسته، یا نمیدونم مثل اوم، مثل لاکشمی نامه ها که من توی پست گذاشتم برات، مثل
خیلی مانترا من بهتون گفتم، خیلی زیاد. حالا اگه بتونم توی همین کانال براتون یه مانترا میذارم که مانترای یوگاییه. خب و اصلا معنی خاصی نداره، از لحاظ فرکانسی میاد روی ذهن شما کار میکنه. میتونی این مانتراها رو گوش بدی، یا مثلا حتی خودت یه مانترا بگی، با صدای خودت ضبط کنی، بعد اونو گوشش بدی. خب میتونی هم یه مانترا بگی، صلوات شمار، تسبیح، رودراکش، هر چیزی بگیری دستت، باهاش مانتراهای مثبت بگی. حالا چه مانترایی بگم؟ ببین تو الان خودت میدونی توی چه فرکانسی گیر کردی. فرکانس ترس از دست دادن عزیزم مثلا، این فرکانس دیگه و تو توش گیر افتادی. حالا اگر بخوای از این تمرین سوم استفاده بکنی، یعنی تکرار و تجسم مثبت، تکرار مانترا و تجسم مثبت، میای اینو مثبتش میکنی و میکنیش مانترا. توصیه من به تو اینه مانترایی که خودت برای خودت میسازی 108 بار در روز تکرارشون کن. من مدام خودم صلوات شمار دستمه، هر روز یه مانترا میگم. خیلی مانترای مختلفی من دارم. مانترای ثروت میگم که میتونه یه آیه قرآنی باشه، چون من بسیار بهش اعتقاد دارم و برکتی که برام میاره خیلی زیاده. مانترایی که خودم در طول روز برای خودم آماده میکنم مانترای یوگاییه که توی ما یه PDF داشتیم پر از مانترا بود برای گشایش، برای موفقیت، برای هر چیزی. حالا هر کدوم از اینها رو دوست داری ولی بگو. گفتن مانترا باعث بالا رفتن فرکانس تو میشه و تو رو میکشونه بالا از اون فرکانس منفیه. خب پس این سومیش. چهارمین راهکاری که بهت خیلی توصیه میکنم حتما انجامش بدی و توی روتین هات باشه، قطع بندهای عاطفی و انرژی های منفیه که باید انجامش بدی و اگر انجامش ندی 100% بهت کمک میکنه که بمونی توی اون فرکانسه. این چیه؟ چیزی که دارم ازش صحبت میکنم. ببین تو بهت گفتم دیگه توی وایس قبلی، تو بندت یا بندهای مختلفت به یک سری انرژی ها متصله. اون انرژیه میتونه شیء باشه، میتونه یک انرژی خالص باشه، میتونه یک فرد باشه، میتونه یک مکان باشه، هر چیزی میتونه باشه. خب تو برای اینکه اتصال پیدا بکنی به انرژی ثروت، به انرژی شادی، به انرژی لذت، به انرژی سلامتی کامل، به انرژی آرامش، به انرژی پول، باید بتونی خودتو از قید این بندها قطع بکنی و بعد به متصل بکنی. یعنی محاله که تو همزمان هم بندت به پول وصل باشه هم به فقر. محاله. باید از اون قطع بشی به اینی که وصل بشی. بر همین میگم من تمرین هایی که توی مینی دوره کایان یوگا برات در نظر گرفتم متوالی و پشت سر همه، چون من قراره توی همین کانال تکنیک اتصال بند به ثروت رو بهت یاد بدم، اما اگر این تکنیک الان بهت میگم رو انجام ندی اون برات خیلی اثر نمیکنه. پس پله پله و مرحله مرحله و قدم به قدم با من پیش بیا. خب و خیلی بچه برام این نکته مهمه، بعد از اینکه این وایس رو گوش میدین بیاین توی دایرکت نظرتون رو بگین. برای من خیلی ارزشمنده. یا اگر با پشتیبان‌های تلگرام در ارتباطین نظرتون اونجا بگین که حتما برای من ارسال بکن. خیلی برای من مهمه. خب حالا چجوری قطع بند انجام بدم؟ تمرین به این شکل بچه. من راجع به بندها، اتصال بندها قبلا بارها توضیح دادم توی لایوام، توی پست، حتی یک پست داریم در موردش توی اینستاگرام، بریم ببینید. اما باز هم لازم میدونم اینجا بگم بهتون. چرا؟ چون شما در طول شبانه روز بر اساس ارتباطاتی که با آدم ها میگیرین بند شما به بند اون آدم ها وصل میشه. حالا یه سری بندها ممکنه که خیلی قوی باشه، خیلی کلفت باشه، خیلی ضخیم باشه و باعث میشه که انتقال انرژی هم خیلی بیشتر و سریعتر انجام بشه. یه سری بندها نه، نازکتر، اثرش کمتره. حالا تو ممکنه مثال میزنم بری یه آدمی رو ببینی، این آدم پر از انرژی منفی و پر از بدهکاری مالیه. خب تو ساعتها با این مراوده کردی، معاشرت کردی، همنشینی کردی. حالا همنشینیه، ببین این انتقال انرژی خیلی به طرق مختلف میتونه صورت بگیره. یعنی بند وصل شدنه به چند طریقه. یک، ارتباط کلامی که تو با اون آدم میگیری، یعنی گاهن ممکنه تو یک فردی رو نبینی، اصلا اون تو یک کشور باشه، تو یک کشور. خب وقتی باهاش کلامی شروع میکنی صحبت کردن، بند انرژی تو متصل میشه، چون انرژی محدود به زمان و مکان و فاصله نیست. خب یه موقع ممکن نه، تو طرف رو از نزدیک میبینی، ارتباط چشمی برقرار میکنی. ارتباط چشمی خیلی سریعتر بندش وصل میشه بچه‌ها، خیلی. برای این توصیه میکنم مثلا اگر میخوایم بریم توی یک جلسه یک عینکی بزنین. عینک یه ذره حالت باعث میشه که اون رد و بدل شدن انرژی کمتر صورت بگیره، شبیه به یک عایق عمل میکنه، اما نه اینکه 100% قطع بکنه انرژی رو، نه.
مورد بعدی اینه که تو اصلا حرف بزنی نه ببینیش، کنار طرف بشینی، حاله های انرژی شما با هم تلاقی میکنه و بند شما به هم وصل میشه. خب حالا پس این اتفاقی که میفته در بدن تو، از انرژی تو به انرژی اون آدم. بعد تو میای خونه یا مثلا حالا بعد چند وقت، یه 2-3 روز میگذره، میبینی که چقدر احساساتت شده شبیه به اون. یعنی ترس از دست دادن پوله اومده تو وجودت رخنه کرده، در حالی که اصلا شاید اصلا اون موقع داشته برای تو تعریف میکرده، تو حتی مسخره‌اش هم میکردی. یا خب چجوری این اتفاق میفته؟ بندت وصله و تا زمانی که قطع نکنی تمام انرژی های منفی اون آدم به تو متصل میشه. حالا ما این اتصال بند رو به صورت مثبتش هم داریم، اما متاسفانه چون اکثریت جامعه و حداقل مردمی که الان ما داریم باشون زندگی میکنیم توی یک اجتماع، توی فرکانس‌های پایینن، اتصال بند منفی صورت میگیره. خب حالا من باز مثال زدم، تو نمیخوام دنبال علت باشی و نمیخوام آدم ها رو قضاوت بکنی ها. خب اینو من بارها تاکید میکنم توی دورهایی که بچه‌های کوچ شخصیمونم میگم، آدم ها رو هیچ وقت قضاوت نکن. نگو ای من بندم به فلانی وصل شد منو 1 هفته انداخت. نه، تو روی خودت کار کن. تو اون فرکانس بودی که بندت وصل شده دیگه. تو روی خودت کار کن که هیچ انرژی انتقال پیدا نکنه. حالا چه جوری قطع بند میکنم؟ چه جوری این کارو انجام میدم؟ ببین ازت میخوام توی محیط خیلی امنی قرار بگیری. اینا همه باز تصویرسازی ان، همشون مدیتیشن های خیلی تاثیرگذارن. مثلا میتونی خودت رو توی یک محیط، اگر مقدس دوست داری، محیط مقدس تصور بکنی. طبیعت دوست داری، توی طبیعت تصور بکنی. در صورت هر جایی که دوست داری تصور بکنی، میتونی به شکل یک زنجیر، به شکل یک طناب خودت رو ببینی توی یک حاله‌ای که این حاله بهش سری زنجیرها وصله و اون طرف زنجیر یک حاله دیگه قرار گرفته که حالا اگر شخص رو میبینی، شخص رو توی حاله ببین. اگر نمیدونی کیه، اگر نمیدونی اصلا انرژی منفی از کجا اومده، یه توده آدمی که نامشخص چهرهاشون رو توی اون حاله تصور کن. خب حالا از شمشیر نوری استفاده کن برای قطع کردن این بنده. اینا همه تکنیک های NLP بچه‌ها و 100% وجود داره. تو چه باوریش داشته باشی چه نداشته باشی، این اتفاق داره برای تو رقم میخوره. پس انجامش بده. پس شک نکن که یهو سبک میشی. مثلا همین تکنیک قطع بند رو بلافاصله بعضی که انجام بدی سبک میشی. چیکار میکنی؟ میری با اون شمشیر نوری که نورش باعث قطع اون زنجیر و اون طناب‌های منفی میشه، تماما تو رو، اتصالت رو به اون بند منفی قطع میکنه به همین راحتی و تو احساس سبکی میکنی و بعد میتونی جایگزین کنی. ببینی این طنابه شد طناب نور انتقال پیدا میکنه، شد طناب عشق انتقال پیدا میکنه، شد طناب آرامش انتقال پیدا میکنه، از تو به اون و از اون به تو متقابل. خب این میشه تکنیک 4 که به توصیه میکنم حتما انجامش بدی. کیا انجامش بدم؟ من خودم جز روتین های شبانمه، خودم و بچهای کوچ هر شب قبل از خواب این رو انجام میدیم. خب حالا یه وقتی تو صبحم که پا میشی دوست داری انجام بدی، احساس سنگینی میکنی و خیلی راحت میری چند ثانیه توی حالت مدیتیشن و انجامش میدی. 5مین راهکاری که خیلی ها انجامش نمیدن و باز هم باعث میشه که باقی بمونن، تنفس برای تغییر فرکانسه. یعنی تو این بار نفس نکش که زنده بمونی، چون معمولا نفس میکشیم که فقط زنده بمونیم دیگه. خب کسی به ما یاد نداده که بابا نفس کشیدن تو میتونه تو رو از بند بیماری رها بکنه، تو رو از بند خستگی رها بکنه، تو رو از یک فرکانس داغون و پایین بیاره به یک فرکانس زیبا و بالاتر. کسی به ما تا الان اینو نگفته، اما تو الان این وایس از من شنیدی. به همین راحتی این بار نفس کشیدن رو، این قدرتی که خداوند در وجود تو نهادینه کرده رو بیا ازش استفاده مثبت کن برای تغییر فرکانست. چجوری؟ به این فکر کن که من هرچی کمتر نفس بکشم زودتر میبازم بازی رو، هرچی بیشتر نفس بکشم برنده ترم. توی همون موضوع و چالشی که داری باش دست و پنجه نرم میکنی. یه تمرین دیگه میخوام بهت بدم به عنوان تمرین 5، یعنی تنفس برای تغییر فرکانس. تو مثال الان دچار یه بیماری هستی که داره تو رو آزارت میده. خب حالا بیماری هرچی که هست، تو این تمرین ازت میخوام از نفسهات برای شفای خودت استفاده بکنی. حالا تو چالشت عاطفیه، بیا برای ترمیم روابطت استفاده کنی. یعنی توی فرکانس
خیانت مثلا گیر کردی، توی فرکانس بی محبتی گیر کردی، توی فرکانس ناآرومی ناامنی گیر کردی توی با پارتنرت، خب هر چیزی، حالا ببین چیه دیگه، من مثال میذارم که یکی ذهنت باز بشه. توی فرکانس ترس از بیکاری گیر کردی، توی فرکانس خود بیکاری گیر کردی، یعنی بیکاری نمیتونی شغل رو پیدا بکنی. توی فرکانس نگرانی ها نسبت به فرزندت گیر کردی. خب هر چیز، اینا همه فرکانس دارن. خب حالا تو مثبتش میکنی و ازت میخوام تکنیک تنفس گوی طلایی رو انجام بدی. یعنی چی؟ یک گوی طلایی پرقدرت بسیار درخشنده زیبا رو درست بالای سرت تجسم میکنی. خب این گوی پر از اون اتفاقات مثبتیه که تو الان تو زندگیت نداریش. تمام خلاهای تو توی اون گویه. پول میخوای، توی اون گوی پر از پوله، پر از انرژی پوله. حال خوب میخوای، آرامش میخوای، توی اون گوی پر از آرامشه. و تو هرچه قدر عمیق‌تر نفس بکشی، میزان انرژی که از اون گوی دریافت میکنی بیشتره. پس اگه الان تنفسات سطحیه، بدون دونه دونه ریز بیز جز به جز داره از اون گوی به تو انرژی وارد میشه. خب پس این گوی قدرت رو، گوی طلایی رو بالای سرت ببین، نفس بکش عمیق و عمیق‌تر. هر چقدر تو عمیق نفس میکشی، انرژی اون گوی از چاکرای تاجی تو، انگار این گوی سوراخ میشه، از چاکرای تاجی تو مثل دوش آب وارد کل بدنت میشه. حالا به میزانی که تو نیاز داری به این انرژی نفس بکش. نفس عمیق، با آرامش، با لبخند، و اجازه بده این بار نفسات نجات دهنده تو از بدبختی های زندگیت باشن به سوی خوشبختی، نه فقط و صرفاً برای زنده موندنت. یعنی دیدت رو نسبت به نفس کشیدن عوض کن. خب این تمرین 5. بچه من تمرین رو سعی می‌کنم کوتاه توضیح بدم. بعد توی لایو ها میایم یه خیلی از اینها رو به صورت عملی با هم دیگه کار میکنیم که تاثیرش هم خیلی بیشتر باشه. تمرین 6 که خیلی دوستش دارم و در واقع میشه راهکار آخر و 6 که خیلی ها انجامش نمیدن و نمیدونن چه قدرتی داره، اینه: نوشتن انرژی های منفی. یعنی چی؟ یک کاغذ میاری، شروع میکنی به نوشتن در مورد احساسات منفی و فرکانس های منفی که داخلش هستی، توی زندگی حضور داره. مثلا من احساس فقر میکنم، من از خیانت میترسم، من احساس میکنم هیچ وقت موفق نمیشم، من احساس میکنم زشتم، احساس میکنم اندام زیبایی ندارم. هر چیزی که رو مخته. خب خیلی راحت بهت بگم، اینو شروع کن به نوشتن. منفیشو بنویسا. خب یعنی همونی که هستی، همون احساس ناخوبی که داری رو بنویس. بعد که نوشتی، شروع کن به پاره کردن این کاغذها. زمانی که داری پارهشون میکنی، تصور کن که این انرژی برای همیشه دارن با این پاره کردن از زندگی تو خارج میشن، میرن بیرون، نابود میشن، پاره میشن، از بین میرن. به همین راحتی. فکر نکنی یه تمرین ساده است. تو داری این پیام رو به کائنات میدی که من از شر این انرژی منفی میخوام خلاص بشم و اتصال پیدا کنم با انرژی های کیهانی. چطوری؟ با همین تکنیک های کایانا یوگایی که دارم بهت میگم. این تمرین در لحظه آرومت میکنه، در لحظه سبکت میکنه. 6 راهکار بسیار قدرتمند بهت دادم. ازت میخوام بهم قول بدی که همین امروز انجامش بدی. هر کدوم از اینها بیشتر از 1 دقیقه بهت گفتم زمانت رو نمیگیره. یعنی مجموعاً تو 6 دقیقه میخوای برای خودت، برای تغییر فرکانست، برای گیر نکردن توی فرکانس‌های منفی انجام بدی. خب حالا یکی دوست داره بیشتر زمان بذاره، بیشتر بذار. من ازت میگم 6 دقیقه فقط. ازت میخوام 6 دقیقه زمان بذاری و انجامش بدی. پاکسازی خیلی قوی تر میخوام بهت بگم. بعد از اینکه این وایس رو گوش دادی، میخوام یک مدیتیشن در اختیار قرار بدم برای رهایی از فرکانس های منفی به اسم آینه فرکانس. خیلی خیلی قویه. میخوام با صدای خود من همراه بشی و با انرژی که با هم دیگه قرار همسو بشیم این تکنیک رو انجام بدی. مدیتیشن خیلی کوتاهه و خیلی جذاب که بعد از این، یعنی جزو همین جلسه دومتون میشه، در اختیارتون قرارش میدم. یادت باشه تو دعوت شدی به این کانال. انتخاب روحت بوده به خاطر درخواستی که به کائنات دادی. پس تعهد بده که ای روح زیبای من، تو مثل یک مادر، مثل یک پدر، همراه منی، حمایتگر منی، کوچ منی
و قرار منو به سمت زیبایی ها هدایت بکنی. من این رو میدونم و راهی که برای من انتخاب کردی رو قبول دارم و تمام اینها رو انجامش میدم. همین امروز انجام بده. نظرت رو بیا حتما برام کامنت کن، دایرکت کن، پشتیبان ها بگو، حتما به گوش من میرسه. خب و ازت میخوام همینجا این وایس رو تا زمانی که این کانال رایگانه، چون کانال های آموزشی ما تاریخ انقضا دارن بچه‌ها، رایگانیشون تا یه مدتیه. همین الان که این وایس رو گوش دادی برای 10 نفر